سلام بیاین با هم آماده شیم که امروز واسه نهار بریم خونه دوست شوهر خواهرم توی آبادان. اولین استپی که انجام میدم ابروامه که این روزا ابروام خیلی رو مخمن و نمیدونم واقعا باید چی کارشون بکنم، اصلا خوب به نظر نمیرسن. استپ بعدی که کانسیلر زیر چشمم میزنم، یکم روی پیشونی و یکم نوک بینی که البته اینجا من سایه زده بودم، با سایه قهوه‌ای خط چش کوچیکی کشیده بودم. یه ریمل پر و پیمون میزنم و بعدشم که کثیف کاریای ریمل رو جمع میکنم که تمیزتر به نظر برسه میکاپم. یه روژگونه پر و پیمون میزنم، اونم توی بک‌گراند خواهرمه که اصلا اهمیت نمیده به اینکه دارم فیلم میگیرم. روژگونه رو پر و پیمون میزنم چون مورد علاقه ترین استپ توی میکاپ واسه من روژگونه است. اینجا دارم فکر میکنم که چیکار دارم میکنم با زندگیم. و اینجا هم با یه خط لب نود لبمو کادر میکشم، داخل یکم فیدش میکنم با همون روژگونه‌ای که استفاده کردم، یکم پشت پلکم میزنم که هارمونی ایجاد بکنه و یکم من وسط لبم رژ قرمز زدم اینجا. اینم پوزهای نهایی قبل اینکه برم لباس بپوشم و کتکی که خواهرم بهم میزنه. و آره دیگه، بای.